قراردادشون بگم که مردم هم متوجه شن. خب معرفی دونه دونه شون میخوای بگی؟ بله. عالیه. از این ور کاپیتان تیم ملی فوتبال سایل آقای مسی باشگاه پارس جنوبی قراردادش 500 میلیون. آقای رضا امیری زاده باشگاه گلساپوش 250 میلیون. آقای امیرحسین اکبری پارس جنوبی 400. شماره 2 بله. محمد معصومی 250 میلیون گلساپوش. خود من 300 میلیون گلساپوش. موحد لوکوموتیو روسیه اطلاع ندارم. 800 میلیون. آقای میر شکاری شماره 7 ما بله. گلساپوش 250 میلیون. آقای سعید پیرامون پارس جنوبی 300 میلیون. آقای شیر محمدی 400 میلیون چادر ملو و آقای مختاری شماره 9 هم گلساپوش 400 میلیون. 400 تومان، یعنی بهترین گلزن و سومین گلزن برتر مسابقات جهانی 400 تومان. بعد شما اینجا مثلا حق صحبت از سقف قرارداد و سقف بودجه نمیخوام مقایسه کنم، ولی خدایی این خیلی تیم باحال و دوست داشتنی و عزیزه. شغل ما همینه، ما اصلا شغل دومم ندارم، شغل ما همینه. تا 300 تومان میشه چقدر بچه؟ مثلا میشه ماهی 20 خورده میلیون تومان برای یک فوتبالیستی که برای ورزشکار که ورزشکار حرفه‌ایه و انقدر هم توجه بهش هست، همین که انقدر تیم رو مردم دوست دارن، انقدر عدد و اشلا خیلی پایین. حالا نمیدونم چراهای دیگه بازم میگم دم همین چند تا باشگاه هم گرم دارن میان کار میکنن. شما گفتی عشق چی بود؟ دوست داشتی چیکاره بشی؟ من بابام ماشین سنگین داره ولوو که من عاشق ماشین سنگینم. باورتون نمیشه آقا میساقی، یعنی همه این قراردادای اندی که داریم کم کم جمع کنم، منتظرم یه جاشه یه ولوو بخرم عشق کنم یه تا ولوو بگیریم. این 18 چرخ ولوو 18 چرخ ان شاء الله. با چند تا از این قرارداد میشه یه دونه خرید؟ فکر کنم هنوز 10 سال دیگه باید بازی کنی. 10 سال به اندازه حمید باید بازی کنی، به اندازه مسلم مسیحیه رو. آقا یه حواله ولوو ندارید دم دست ما؟ نمیخواد، نه ماکام میخوام، گوش میخوام، یه ولوو درست حسابی.